کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که شماره قربانیان سیل روز 11 می در مناطق مرکز و جنوب کشور به 9 نفر رسید. متاسفانه در دهه چگمه نویه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان 3 ساکن این روستا که یکی 39 ساله، دومی 29 ساله و سومی همگی 10 سال داشت به هلاکت رسیدند. این 3 نفر هنگام آمدن سیل در داخل ماشین بودند و یک مسافر ماشین خانم 45 ساله امین دهه با جراحت‌های وزنین زنده ماند. هنگام سیل در شهر کولاب 3 نفر جان باختند که 2 نفر آنها در ماشین بودند و 1 نفر در سیل فوتید. هنگام چهارواچرانی یک ساکن 26 ساله دهه القدشت جماعت دهات به نام میرزا ترسونزاده شهر ایسار زیر لای آب مانده در جای حادثه جان باخت. در حدود دهه ارگش جماعت دهات بوستانقلعه نویه کوشانیان ماشین بارکش تمغه دولان که به ساکنان 34 ساله دهه ارگش بختیار خالف تعلق داشت در مجرای سیل راه در مانده چپه می شود و راننده در جای حادثه به هلاکت می رسد. جسد او را 25 کیلومتر پایین‌تر در جماعت مشعل نویه وخش پیدا کردند. در سیل روز 11 می در نویه وخش نیز 1 نفر هلاک شده است. تحت رهبری سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده یک کمیسیه ویژه تأسیس یافته شام 11 می قاهر رسولزاده همچنین وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده، رئیس کمیته ایالت‌های فوق‌العاده رستم نظرزاده، رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده به محله‌های از آفت‌های طبیعی ضرر دیده ولایت ختلان سفر برگردیدند.